آیا تا به حال شده که به این مشکل بر بخورین و درایو ویندوزتون با بحران مواجه بشه و بعد از این پیام‌های اعصاب خورد کن این پایین ویندوزتون بهتون نشون داده بشه؟ خب الان بریم که یه راهکار واسه این کار دارم براتون. پر شدن درایو سی یا همون درایو ویندوزتون باعث 2 تا مشکل میشه تو سیستمتون. یک این که سیستمتون ممکنه کند بشه و 2 این که سیستمتون هنگ میکنه و فشار میاد روی سخت افزارش. خب برای اینکه این مشکل رو حل کنیم یکی از راهکاراش اینه که بیایم فایل های موقت رو پاکسازی کنیم. حالا چجوری ما این فایل های موقت رو پاکسازی کنیم؟ قبل از اینکه فایل های موقت رو پاکسازی کنیم یه توضیحی که هست اینه که به مروری که ما داریم از ویندوزمون استفاده میکنیم، از کامپیوترمون استفاده میکنیم، درایو سی ما یا درایو ویندوز ما به مراتب فایل های موقت برای خودش تولید میکنه، تمپراری فایل ایجاد میکنه که بعد از مدت دیگه به اونا هیچ نیازی نداره و پاک کردن اونا هیچ آسیبی به ویندوز شما نمیرسونه. برای همین ما یکی از کارهایی که قرار انجام بدیم واسه این پاک شدن حافظه ویندوزتون اینه که میایم این فایل های موقت رو پاک میکنیم. خب حالا چجوری پاک کنیم؟ خیلی ساده و روان قراره براتون توضیح بدم. بریم که یاد بگیریمش. همونطوری که میبینین درایو سی من به رنگ قرمز در اومده و پر هستش. خب شاید خیلی براتون این موضوع پیش اومده باشه، پر شدن درایو سی باعث هنگی کامپیوترتون میشه، کند شدن روند کارتون میشه. بنابراین سعی کنید که درایو سی رو شلوغش نکنید. چجوری ما درایو سی رو شلوغ نکنیم؟ رو دسکتاپتون مثل من اینجوری شلوغ نباشه. حجم فایل ها رو منتقل کنید به درایوهای دیگه‌تون که حالا قراره منم از این کار رو انجام بدم. خب چیکار کنم؟ الان یک کاری که دارم فایل های موقت ویندوزم باید پاک کنم. فایل های موقت چیان؟ فایل هایی که به مروری که من استفاده میکنم از کامپیوتر و استفاده زیادی که انجام میدیم هی فایل هایی رو توی حافظه درایو سی برای ما ایجاد میکنه برای اینکه روند کارش رو انجام بده. این فایل های موقت به مرور بعد از اون استفاده ای نداره. توی اندروید هم انشالله بهتون آموزش میدم که چجوری فایل های موقت گوشیتون هم حتی پاکش کنید، چون که شاید بارها برخورد کرده باشین که گوشیتون حافظهش پر شده اما وقتی که میاین هرچی فیلم و عکس پاک میکنید باز هم میبینید حافظه آنچنان خالی نمیشه و در نهایت میبینید که برمیگرده به استفاده شما از گوشی و اون فایل های موقت یا همون تمپراری فایل هایی که ایجاد شده. خب من الان چیکار میکنم؟ دکمه ویندوزم رو با آر فشار میدم، گزینه این برنامه ران برام اجرا میشه، یا اینکه میام توی این قسمت میزنم ران. عذرخواهی کیبورد من همیشه برعکسه. خب میزنم ران، این پنجره برام باز میشه. خب میام چی کار میکنم؟ خب میام توی قسمت اوپن تایپ میکنم، کیبوردم انگلیسی باشه، علامت درصد رو میخوام بزنم، شیفت رو با عدد 5 چون درصد بالاش نوشته باید با شیفت گرفته بشه، شیفت رو با عدد 5 میزنم، تایپ میکنم تمپ و بازم شیفت رو با عدد 5 میگیرم و اوکی میکنم این کارم رو. خب اینجا من وارد شدم به پوشه تمپراری فایل های ویندوزم، همونطوری که از این آدرس دارین میبینید من وارد شدم. خب میتونستم همین کار رو هم دستی انجام بدم، یعنی بهتون بیام آموزش بدم که خب تشریف بیارین توی درایو سی تون پوشه یوزرتون، بعد حالا من رو سیستمم ادمین هستم، پوشه APP دیتا رو وارد بشین، لوکال رو وارد بشین و بعد پوشه تمپ. خب که من اونجا این راه رو به صورت سریعتر و آسونتر تو اون روش بهتون یاد دادم، ولی خب میتونین دستی هم وارد این قسمت بشین. حالا من کل فایل های اینجا رو دیگه اصلا ببین چقدر فایل ساخته شده، این فایل ها رو هیچ نیازی بهش ندارم. کنترل A میگیرم، کنترل A همه فایل های منو
انتخاب میکنه. خب 2 تا کار میتونم بکنم تو آموزش‌های مجازی، تو آموزش‌هایی که کلاس‌های بازار کارم تشریف آوردین بهتون گفتم واسه این که من یه فایل رو حذف دائم کنم میتونم بریزم تو ریسایکل بین، از اونجا حذف کنم یا اینکه شیفت و دیلیتش کنم. خب اگه که راحت هستین همینجا دکمه شیفت و دیلیت رو با هم فشار بدین. خب این کار خیلی آسان تره. داره میگه 2394 تا فایل دارم، آیا مطمئنم؟ میزنم یس و میذارم این روند بره تا آخر و فایلای تمپراری فایلامو پاکشون میکنم. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. تو جلسه بعدی بهتون میگم که حالا اگه بازم هنوز اینقدر فایلاتون زیاده چیکار کنیم که درایو سیمون پر نباشه و سیستممون هنگ نکنه.